قوانین عجیب کره شمالی به گونه‌ای است که اگر مردم معمولی یا کسانی که به این کشور سفر می‌کنند آنها را رعایت نکنند، مجرم شناخته می‌شوند. در این مطلب قصد داریم به 14 مورد از قوانین عجیب و شوکه کننده کره شمالی اشاره می‌کنیم که با در نظر گرفتن آنها متوجه شوید که چه قوانین عجیب و غریبی در این کشور وجود دارند و در صورتی که افراد این قوانین را رعایت نکنند، از نظر قانونی مجرم شناخته می‌شوند و باید مجازات شوند. این موضوع هم برای مردم کره شمالی و هم برای مسافران صدق می‌کند. البته توجه داشته باشید که خیلی از این قوانین فقط شامل مردم و شهروندان کره شمالی می‌شود و کسانی که برای اولین بار وارد این کشور می‌شوند و از این قوانین آگاه نیستند می‌توانند با کسب اطلاعات کافی این قوانین را بشناسند و با رعایت آنها به مردم کره شمالی و دولت این کشور احترام بگذارند. اولین قانون شوکه کننده کره شمالی این است که به هیچ عنوان افراد اجازه و حق بی احترامی به رئیس جمهور این کشور یعنی کیم جونگ اون را به هیچ عنوان ندارند. در صورتی که به هر دلیلی افراد به رئیس جمهور کشور کره شمالی یا خانواده او بی احترامی کنند، در واقع به مقدسات این کشور توهین کردند. یکی دیگر از قوانین عجیب کره شمالی که هر شب اتفاق می‌افتد، قطع شدن برق است. این قانون فقط به خاطر این در نظر گرفته شده است که این کشور با مشکل کمبود انرژی مواجه است و برای جلوگیری از بروز بحران‌های شدیدتر، هر شب برق همه کشور قطع می‌شود. در صورتی که افراد به خاطر بیماری مجبور به استفاده از برق شوند، باید حتما مجوز بگیرند تا بتوانند از میکروویو کمک بگیرند. بدون داشتن مجوز، استفاده از میکروویو غیر قانونی است. قانون مجازات سن است. موضوع خیلی عجیب و غریب دیگری که در کره شمالی دیده می شود این است که اگر شخصی به هر جرمی مرتکب شود که عواقب خیلی بدی داشته باشد، خودش به تنهایی مجازات نمی شود. در مقابل علاوه بر خود فرد مجرم، پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ و همچنین فرزندان فرد مجرم نیز مجازات خواهند شد. قانون دیگری در کره شمالی که شاید با شنیدن آن واقعاً شوکه شوید این است که در این کشور مردم حق گوش کردن به آهنگ‌های خارجی و تماشای فیلم‌هایی به جز فیلم‌های کره شمالی را ندارند. گوش کردن به موزیک‌های خارجی و تماشای فیلم‌های خارجی در کره شمالی به طور کامل غیرقانونی محسوب می‌شود. به طوری که اگر کسی این قانون را رعایت نکند و حتی در صورت دادن هشدار همچنان به آهنگی‌های خارجی گوش کند و فیلم‌های خارجی را ببیند، خیلی راحت وارد زندان خواهد شد. شاید برای شما عجیب به نظر برسد، ولی دولت کره شمالی حتی قوانین اصلی بازی بسکتبال را نیز تغییر داده است. به عنوان مثال، حرکت اسندانک در بازی بسکتبال که در آن بازیکن با پرش بلند حلقه بسکتبال را می‌گیرد و توپ را درون آن می‌اندازد، در همه کشورها و به طور عادی 2 امتیاز دارد. این در حالی است که این حرکت در کره شمالی 3 امتیاز دارد و اگر شما 3 بار توپ را به طرفه سبد بسکتبال پرتاب کنید و هر 3 بار به داخل سبد نرود، 1 امتیاز از دست می دهید. کشور کره شمالی نه تنها در بازی بسکتبال بلکه تاریخ را نیز دچار تغییر کرده است. به عنوان مثال، همانطور که سال هجری قمری بر اساس هجرت پیامبر نظر گرفته می شود و سال میلادی هم بعد از میلاد مسیح محاسبه می شود، تاریخ کره شمالی از 15 آوریل 1912 آغاز می شود. این تاریخ در واقع تاریخ تولد رهبر انقلاب کره شمالی یعنی کیم دوم سونگ است. یکی دیگر از قوانین عجیب کره شمالی این است که هیچ کسی حق خروج از کشور بدون داشتن مجوز را ندارد. اگر هر کسی بخواهد بدون داشتن مجوزهای رسمی و کتبی از مرز کره شمالی خارج شود، مجازات‌های خیلی شدیدی برای اون در نظر گرفته خواهد شد. حتی این احتمال وجود دارد که اعدام شود و یا نگهبانان به سمت او تیراندازی کنند.